سپس میگن ثم رجع، سپس جبرائیل بر میگردد و الله میگوید الان برو به سوی دوزخ و ببین که من در دوزخ برای اهل آن چی آماده کردم. جبرائیل به دوزخ می روند، از آنجا می بینند و می بینند که خودش را می سوزد، یعنی آتشش خودش را می سوزد، بالای هم است. سپس آمده می گویند به عزتت پروردگار. کسی که درباره عذاب این دوزخ، درباره دهشت این دوزخ شنید، فقط حرکت می کند، عمل می کند که داخل نشود. یعنی اگر خواهران عزیز درباره سوزش و درباره آتش هرچه گویم هم نمیدونم چرا اینقدر ترس در مردم نیست، اما در حقیقت آنی که دوزخ را شناخت، از صفت دوزخ باخبر شد، از سوزش آن، از درد و رنج و عذاب آن، همیشه هر لحظه برای نزدیک نشدن به آن حرکت میکند که من چی کار کنم که قدمی به سوی دوزخ نزنم. هر دروغ گفتن ما، فریب کردن ما، بیهوده تماشا کردن فیلم و رولک ها یا گفتیم نوارهای کوتاه فحشا، دعاهای بدی بی‌معنی ما، بیهوده خواب و خواب رفتن و فقط گشتن ما، اینها یگان تاش قدم به سوی جنت نیستند. باید هوشیار باشیم که کارهایی که ما میکنیم نباید به سوی دوزخ باشد. و در دومش میگویند سبحان الله و حفت بالشهوات، و دوزخ پیچانیده شده است یا گفتیم پوشیده شده است، پر شده است با شهوت ها. شهوت با این در اینجا با لذت ها، یعنی به دوزخ شما رو لذت های شما میبرند. چرا یک عرق نوش عرق میخورد؟ تا که لذت ببرد. آره، یک موسیقی گوش کن برای لذت بردن و دم گرفتن موسیقی گوش میکند، یا به خاطر نمیدونم لذتی چی میرقصن، یا هر گناهی که هست خواهران عزیز یگان توش برای خود رو اذیت دادن است، همش تقریبا برای چی است؟ برای لذت بردن است. و همین لذت هاست که ما رو به دوزخ میکشاند. همین لذت هاست، پر خوردن، پر گفتن، بعضن انتقام گرفتن، اذیت دیگران. غیبت، ما از غیبت لذت میبریم، ما از مسخره دیگران لذت میبریم، ما از خبرکشی های و آتش افکنی بین مردم لذت میبریم که اینها همش چی است؟ اینها همش دروازه های دوزخن، یا گفتیم راه های هست که ما را به دوزخ میبرد. پس این دو قاعده باید در مسلمان باشد. یکی اینکه پیامبر گفتن جنت با مکاره هست و دوزخ با شهوات، یعنی میخواهی به جنت داخل شوی باید از مشکلی ها عبور کنی. کارهای نیست که به آسانی باشد. هر چیزی که از صدقه کردن یکی از راه‌های اساسی جنت است که میدونید باید بخیلی خود را فرو برید، با هزار و یک نقشه های آینده خود بجنگید که صدقه میدهید و برای خود پسنداز نکنید. اما دوزخ با شهوت ها پوشیده شده است که شهوت ها همان لذت های دنیاست که ما خیلی گفتم همه گناه تقریبا به خاطر لذت استفاده می شود، کرده می شود.